یا تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1401 پایان خرداد ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور. عناوین اصلی: رفع شبهات و امیدآفرینی محور اصلی جشن‌های عید قدیر. روشنگری و بیان واقعیت اولویت برنامه‌های هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی و تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی چهارمحال و بختیاری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما بینندگان محترم. سال روز پیوند آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. مهریه و جهیزیه‌های سنگین از علت‌هایی هستند که میل جوانان به ازدواج رو کاهش می‌دهند، اما هستند خانواده‌هایی که با معیارهای درست شروع زندگی را برای جوانان آسان می‌کنند. در سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام میهمان جوانانی شدیم که با تأسی از این بزرگواران ازدواج آسان را برگزیدند. قهرمان ملی و بین‌المللی جودوی ایران زهرا نادری بنی و همسرش محسن شریفپور. خانم نادری با 49 مدال قهرمانی ملی و 5 مدال برون مرزی انتخاب را بر یک اصل قرار داد. گفتم که با کسی ازدواج کنم که اعتقاداتش نزدیک به اعتقادات خودم باشه و خدا رو شکر معیارم برای ازدواج همسرم همین به قول مادرم با خدا بودن و با ایمان بودنشون بود و اینکه جوون سالمی باشه. واقعا وقتی که کنارش دارم زندگی میکنم حس امنیت داشته باشم. دوست نداشتم کسی که از بیرون میبینه بگن فلانی شوهر کرده، مثلا شوهرش خیلی پول داره. دوست داشتم بگن اگه شوهر کرده پسر خیلی خوبیه. خدا رو شکر اون چیزی که مد نظر خودمون بود این نبود که خدای نکرده توی اجتماعی که داریم زندگی میکنیم، توی دید مردم که حالا بمانه تو این جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، خدای نکرده تجمل گرایی باشه. و مادر خانم نادری یکی از طرفین ازدواج این جوانان. معیارتون برای انتخاب دامادتون چی بود؟ معیار من در مورد ثروت و سرمایه نبود. معیار من بیشتر خداپرستیش بود. بنابر آمار معاونت امور جوانان استان سال گذشته 6765 مورد ازدواج ثبت شده که نسبت به سال قبلتر از آن 7% کاهش داشته و آمار طلاق در همین مدت 5% افزایش داشته که برخلاف تصورات مسائل اقتصادی مهمترین علت این اتفاقات نبوده. عدم مسئولیت پذیری جوانان ما خیلی تاثیرگذار هست. ادامه تحصیلی که میخوان بدن تاثیرگذار هست. دخالت خانواده ها در بحث انتخاب همسر خیلی تاثیرگذار بوده و یک عاملی که خیلی توی استان ما پررنگ بوده، جهیزی های سنگینی که الان دارن متصور میشن برای جوانان، مهریه های سنگینی که خب خیلی از مواقع همین مهریه های سنگین خودش عامل طلاق میشه، یک انگیزه میشه برای طلاق، یا حتی این مهریه سنگینی که حالا توی فرهنگ استان ما هست، این اصلا خودش جلوگیری میکنه برای ادامه ازدواج جوانان. مصداق این مهم خانواده‌های خانم نادری و آقای شریفپور هستند که ازدواج آنان را ساده کردند. سعی کردیم عروسیشون و همه چیزشون رو ساده برگزار کنیم.
گرچه تمهیدات آسان کردن ازدواج جوانان در دولت 13 قانونمند و عملیاتی شد، اجرای کردن این قوانین با همسو شدن خانواده‌ها با همت دولت مردان گره‌گشاست. نگاه متفاوت والدین زوجهای جوان به مقوله ازدواج در شرایط فعلی میتونه برگزاری این سنت را سخت یا آسان کند. امیری، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال بختیاری. بیان ابعاد مختلف واقعی غدیر خم و رفع شبهات از مهمترین ویژه برنامه‌های جشن‌های عید غدیر خم در استان است. نشست برای برگزاری جشن بزرگ غدیر در خیابان کاشانی شهر کرد. مکان برگزاری جشن خیابان آیت الله کاشانی تعیین کردن به صورت جشن خیابانی با همون مدل موکبداری و بالغ بر 200 موکب رو انشالله اونجا قراره موکب‌های عمومی، موکب‌های ویژه کودکان، موکب‌های ویژه بانوان با به قول کارویژه‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی به صورت خاص ترویج فرهنگ غدیر و گفتمان غدیر و پاسخ به شبهات و از این دست اقدامات رو قرار انشالله اونجا انجام بشه. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرد در این نشست تبیین مفهوم غدیر را ضروری دانست و گفت این ثروت عظیم و این سرمایه در واقع قدرش دانسته بشه. می توانیم، ما هنوز خیلی راه داریم، ولی باید بالاخره این اقدام داشته باشیم، باید شروع کنیم و از هر جا که شروع کنیم ارزش داره و هرچی هم زودتر شروع کنیم لازمه و امیدوارم نباشد کسی که در مجموعه دستگاه اجراییمون، دستگاه فرهنگیمون، اصنافمون و طبقات مختلف نباشد کسی که روز غدیر بیاد بگذارد و نقش غدیری ایفا نکند. استاندار چهارمحال و بختیاری هم جشن‌های عید غدیر خم را فرصت مناسبی برای ایجاد نشاط اجتماعی دانست و گفت عید غدیر یه فرصت بسیار ارزشمندی که ما با یه الگوی جدید به عنوان نشاط معنوی به هر حال میتونیم نشاط داشته باشیم، گناه هم نباشه، نشاط داشته باشیم، بی‌بندوباری هم نباشه. به نظرم بهترین روز عید غدیری که انشالله باید حتما این کار را دنبال بکنیم و نتیجه امیدآفرینی باشه برای مردم، خروجیش قرار امیدآفرینی باشه. معاون سیاسی امنیتی استاندار هم از برگزاری جشن‌های ویژه عید غدیر خم در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد. در اکثر شهرستان‌ها برگزار شده که برنامه‌های خوبی داریم، مناسبت انشاءالله رحمان برگزار بشه. مثلا در شهرستان سامان، در روستای چند در خود شهرستان ها و شهرستان در شهرستان ها همینجور قطعیت تأکید خواهد شد که انشاءالله رحمان در جای استان توجه ویژه و خاص به این برنامه صورت بگیرد. تبیین حقوق بشر آمریکایی در محافل علمی و برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی خدماتی دهه امامت و ولایت از محورهای نشست امروز مسئولان بود. برگزاری نشستی برای تصمیم‌گیری در مورد اجرای برنامه‌های هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی و دهه امامت و ولایت در چهارمحال و بختیاری. نشست‌های بصیرتی، روشنگری و ابعاد حقوق بشر به ظاهر حقوق بشر آمریکایی را در دستگاه‌ها و خصوصاً نشست‌های علمی دانشگاه‌ها و تو فضای مجازی چون برگزار خواهد شد. دومین برنامه ما بحث هفته امامت و ولایت بود که انشالله خیابان کاشانی شهرکاتی انشالله موکب‌های پذیرایی و جشن در سراسر خیابان کاشانی تدارک در زیر بنیاد غدیر انشالله راه اندازی خواهد شد و هیئت‌های مذهبی و در ایجاد ایستگاه‌های صلواتی و کانون‌های خدماتی و فرهنگی که در محله‌ها انشالله تشکیل خواهد شد بتونیم این دهه را با یک شور حال خاصی انشالله اجرا کنیم. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست ضمن گرامی داشته هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای 7 تیر ماه گفت اگر نبودن ایثارگران، مخصوصا اگر نبودن شهدای مظلوم مدافع حرم، قطع یقین امروز میدان نبرد ما با داعش
میدان آزادی تهران بود. قطع و یقین امروز در خیابان‌های شهر کرد با داعش باید می‌جنگیدیم. شهدای عزیز بودن، شهدای مظلوم مدافع حرم بودن که مرزهای ما را کیلومترها و فرسنگ‌ها از ایران دور کردن، مرز مبارزه با داعش را. آقای حسین میرزایی با تاکید بر اهتمام ویژه رسانه‌های دیداری و شنیداری و همچنین برنامه‌سازان برای زنده نگه داشتن وقایع 6 تا 12 تیر ماه افزود: در تمام شهرها و روستاها گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عزیز 7 تیر، مخصوصا شهید سعید عزیزمون، شهید استکی، در استان برگزار بشه. در استان، همه جای استان طوری عمل میکنیم که قبل از 7 تیر با بعد از 7 تیر، بعد از برگزاری برنامه هامون، جوان و نوجوان تغییر نگرشی پیدا کرده باشد در خصوص شهدا. برنامه‌ریزی جهت توجه ویژه به مبحث ولایت و نقش آن در وحدت، بیداری و مقاومت اسلامی، استفاده از تلویزیون شهری جهت انجام تبلیغات در طول دهه امامت و ولایت، توسعه فعالیت‌های تبلیغی و خودجوش مردمی در خصوص این دهه و انتشار فراخوان برگزاری مسابقات ادبی و هنری با موضوع دهه امامت و ولایت از جمله مصوبات دیگر این نشست بود. نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد. پیکر نادرقلی کرمیان، پدر شهید ایرج کرمیان، پس از تشریح بر روی دستان مردم شهید پرور بلداجی در قطعه ایثار این شهر به خاک سپرده شد. مشهدی نادرقلی کرمیان بلداجی، پدر شهید ایرج کرمیان، دار فانی را ودا گفت. محمد رسول و علی است ولی الله. الله اکبر. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. بسیار مردمدار، با صداقت بودن، واقعا خیرخواه مردم بودن. به هر حال همینطور که این مشکلی که برای مملکت ما پیش اومد، جنگی پیش اومد، همه احساس مسئولیت کردن، خودشون، فرزندانشون در این جبهه حضور پیدا کردن. فرزند ایشون از خانواده شرکت کرد، از اون به بعدم خانوادهشون در همین راه قدم برداشت، همیشه در جلسات مذهبی حضور داشتن. دانش آموز شهید ایرج کرمیان در سن 18 سالگی در عملیات کربلای 5 به درجه رفیع شهادت نائل گردید. دانش آموز بسیجی شهید ایرج کرمیان، متولد 10 مرداد 1349. این شهید بزرگوار 16 ساله بودند که به جبهه اعزام شدند. در تاریخ 10 اسفند 1365 در منطقه شلمچه شمال شرق بصره بر اثر ترکش خمپاره و سوختگی به درجه رفیع شهادت نائل شدند. پیکر پدر شهید کرمیان پس از تشییع بر روی دستان مردم بلداجی در قطعه ایثار آرامستان این شهر به خاک سپرده شد. محسن نادری، خبرگزاری صدا و سیما، بلداجی. در ستاد تنظیم بازار استان برای افزایش بازرسی و نظارت بر بازار و مدیریت توزیع گوشت در استان برنامه ریزی شد. ستاد تنظیم بازار تاکید بر نظارت بیشتر به خصوص سطح قلم از کالاهای اساسی اولین مبحث در این نشست بود. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت نظارت مستمر بر بازارهای استان، پویایی اقتصادی جامعه، فعال بودن فروشندگان و رضایت خریداران و مردم را به همراه خواهد داشت. مدیر کل جاده کشاورزی در این نشست از جوجه ریزی بیش از 1500 قطعه و افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته خبر داد و گفت توزیع مرغ در تیر ماه روزانه بیش از 60 تن خواهد بود. قیمت جوجه از اول اردیبهشت ماه رفت رو 28000 تومان تا 30000 تومان موردی. این نبوده که این هفته اضافه بشه. روند نزولی بوده تا 24 تومان، 22 تومان. و سوی آریان الان تا 16 تا 17000 تومان هست. حتی سوی کافی که الان استان خودمون تولید میکنه اونم داره میده نزدیک 17000 تومان. و روند نسبتا نزولی بود با این کاری که اتحادیه مرغداران کشور دست گرفت این 2 هفته یه مقدار روند جوجه ریزی را مختل کرد. بحث تخم مرغ نقطه‌داری که وارد کشور شد به وعده جوجه کشی تحمیل شد. یه مقدار روند قیمت جوجه رو به پایین
خواهیم بود. تعیین قیمت شکر هم موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد. قیمت تمام شده در واحدهای صنعتی 32000 تومان بسته 1 کیلوگرمی و قیمت مصرف کننده 35000 تومان در این خصوص مصوب شد. در ستاد تنظیم بازار امروز توزیع گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد هم بررسی شد. قرار شد که ان شاءالله از هفته آینده برش شهرستانی توسط همکاران در جهات کشاورزی مشخص بشه، به سازمان قلب و امور پشتیبانی دام اعلام بشه و دوستان شروع به توزیع بکنن. به گفته مدیر کل جهات کشاورزی امسال بیش از 20% سطح کشت چغندر در استان افزایش یافته و به تبع برداشت آن هم نسبت به پارسال افزایش خواهد داشت. چند خبر کوتاه از نقاط مختلف استان. با تلاش عوامل اجرایی و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، سد قدیر بابا حیدر تا شهریور ماه آماده آبگیری می‌شود. با حضور عزیزان ما در قرارگاه خاتم سپاه، پروژه به صورت جدی فعالیت خودش را ادامه داده و 2 شیفت کاری تا نیمه های شب عزیزان ما از قرارگاه مشغول به کار هستن که انشالله بر اساس زمانبندی که انجام شده در سریعترین زمان ممکن تا انشالله شهریور ماه این پروژه آماده آبگیری بشه. ساختمان پایگاه انتقال خون لردگان تا پایان امسال به بهره برداری میرسد. مرکز خونگیری شهرستان لردگان با سفر رئیس سازمان انتقال خون کشور به پایگاه انتقال خون شهرستان لردگان تغییر پیدا کرد در چند ماه گذشته. تیم انتقال خون استان هر 2 هفته یک بار سه‌شنبه‌ها در محل بیمارستان سیدالشهدا بخش تالاسمی در خدمت همشهریان عزیز هستش. مسئولان شهرستان شهر کرد راهکارهای رفع مشکلات شهرستان را بررسی کردند. در این نشست فرماندار شهر کرد بر عزم جهادی مسئولان برای حل مشکلات تاکید کرد و مقرر شد دهیاران در راستای ایجاد درآمد پایدار طرح‌ها را برای جذب سرمایه‌گذار تعریف کنند. زیرسازی و آسفالت معابر روستای حیدری شهرستان بن در حال اجراست. سال جاری 4500 متر مربع با هزینه بالغ بر 1 میلیارد تومان در حال اجرا است. انشالله در مرحله دوم باقی مانده ما 12000 متر مربع را انشالله تکمیل خواهیم کرد. اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان کیار برای برگزاری جشن قدیر و بزرگداشت دیگر مناسبت‌های ایام تیر ماه و همچنین ساماندهی مراسم‌های ترحیم هماندیشی کردند. امیدواریم با همکاری نهادها و هیئت‌های مذهبی و ادارات فرهنگی شاهد برگزاری هرچه با شکوه‌تر مناسبت‌های ماه ذی‌حجه بوده باشیم. طرح لبخند احسان با موضوع ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی در شهرستان لردگان به مدت 3 روز در محله حاجی آباد برگزار شد. این طرح با همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و با همکاری گروه جهادی امام رضا و شبکه بهداشت درمان شهرستان لردگان اجرا کرد. نحوه توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سامان بود. در سطح شهرستان سامان برای سال 1402 بیش از 76 پروژه و اعتبار 189 میلیارد تومان پیش بینی شده که امیدواریم انشالله با برنامه‌ریزی و هماهنگی هایی که انجام شد این اعتبارات به موقع در سطح شهرستان توزیع بشه. تولید مستند زائران حسین علیه السلام در شهرستان لردگان آغاز شد. مستند زائرین حسین نگاهی به زندگی نامه مرحوم ابوالقاسم بابامیر و شیخ محمود حسنی است، 2 تا از جهادگران انقلابی شهرستان هستند و در راستای حمایت از طرح‌های نیمه تمام و محرومیت زدایی شهرستان بن، بسیج سازندگی استان با مشارکت قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی علیه السلام هماندیشی کردند. در زمینه‌های مختلفی که قرارگاه امام حسن در استان داره کار میکنه، در بحث مسکن محرومین، آبرسانی، راه روستایی، حاشیه‌نشینی، امنیت غذایی، اشتغال، مدرسه روستایی و بهداشت و درمان، خدا را شکر مصوبات خوبی بوده. در این جلسه تو حوزه تأمین آب شرب روستایی که روستایی که دارای تنش آبی هستن، ما 10 تا روستا را در سطح شهرستان در تفاهم نامه آوردیم که انشالله با انعقاد این قرارداد بحث تأمین آب شرب و همچنین اصلاح شبکه‌های
آب و تأمین مخازن را در حوزه شهرستان خواهیم داشت. حاجیان استان در سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها در محفلی این روز را گرامی داشتند. آیین سالروز پیوند آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها با عنوان محفل انس و معرفت از سوی بعثه مقام معظم رهبری برای زائرین چهارمحال و بختیاری در مکه مکرمه برگزار شد. قلب تو منجلی شده امشب مبارک است داماد تو علی شده. جوونا اگه میخوان موفق باشن الگوشون باید امام علی باشه و حضرت فاطمه. از حضرت زهرا میتوانیم ساده زیستی ایشان، خوب همسرداری کردن و پشت و پناه ولایت را داشتن و همچنین خوب فرزند پروری کردن را یاد بگیریم. سالگرد ازدواج حضرت علی و فاطمه زهرا برای جوانان باید همه الگو باشه. اگر ما سیره این بزرگواران رو الگوی خودمون قرار بدیم و این مسیر رو ادامه بدیم، انشاءالله بسیاری از مشکلات جوانان کشورمون حل خواهد شد. در این محفل معرفتی برنامه‌های مختلف فرهنگی اجرا شد. کارمندان مدیر مستقر هستند، از جمله استان‌های سارمار بختیاری، مازندران، قم و استان فارس. برنامه‌های متنوعی برای این کاروانان داریم، از جمله انس و معرفت، برنامه دعای کمیل، مکه شناسی، دعای ندبه. در پایان از زوجهایی که تاریخ عقد و یا ازدواجشان در دهه نخست ذوالحجه ثبت شده بود تقدیر شد. علیرضا اصغرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مکه مکرمه. آسمان استان صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد پیش بینی می شود. تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار را خواهیم داشت. بنابراین در بیشتر ساعات آسمانی صاف را نظاره‌گر خواهیم بود. گاهی مواقع خصوصاً ساعات بعد از ظهر وزش باد نسبتاً شدید منتها موقت و لحظه‌ای رو هم انتظار داریم که داشته باشیم. در ساعات صبح هم ممکنه که در برخی نقاط استان غبار رقیق صبحگاهی را مشاهده بکنیم. دمای هوا تا پایان هفته خصوصاً در طول روز روندی افزایشی را خواهد داشت. در شبانه روزی که پشت سر گذاشتیم شهرکرد در خنک‌ترین ساعت 8 درجه سانتیگراد و در گرمترین ساعت 34 درجه سانتیگراد داشت. مال خلیفه با حد اکثر دمای 37 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود. شهرکرد و بلداجی با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان و شهرکرد در بین مراکز استان‌ها خنک‌ترین مرکز استان. امروز سه‌شنبه 30 خرداد 1402 هجری شمسی، 1 ذی‌حجه 1444 هجری قمری و 20 ژوئن سال 2023 میلادی است. غروب آفتاب ساعت 19:16 اذان مغرب به افق شهرکرد ساعت 19:36 و وقت نیمه شب شرعی امشب هم ساعت 23:19 خواهد بود. متشکرم از همراهی شما. عصرتون بخیر. خرداد ماه هر سال برای بعضی از فعالان اقتصادی ماه مهمیه، چون باید اظهارنامه مالیاتیشون رو به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. صاحبان مشاغل تا 31 خرداد ماه برای این کار مهلت دارن، اما شما میتونید اظهارنامه مالیاتیتون رو از همینک به صورت